بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انجینر صاحبای گرامی، احوال شما بخیر؟ امیدوار هستم که بخیر و به سلامت بوده باشی. به ادامه سلسله دروس مضمون کلکولاس یک، امروز ما شما می پردازیم به بحث ماتماتیکال مدلز در لکچر چهارم خود. لکچر دوم سیوم حتما یادتان است که ما شما در اونجا توابع را مطالعه کردیم، مطرح کردیم. گفتیم توابع در حقیقت ارتباط میده متحول مستقل و متحول وابسته را در حوادث طبیعی. در بحث ماتماتیکال مدلز ما شما در این بحث در حقیقت معادلات ریاضیکی پیشنهاد میکنیم برای حوادث طبیعی. در حقیقت حوادث طبیعی را تبدیل میکنیم به یک معادله ریاضیکی. در ختم درس امروز شما همراه بعض حوادث طبیعی آشنا میشین. در کنار از اینکه همراه بعض حوادث طبیعی آشنا میشین، یاد میگیرین که چطور این حوادث طبیعی را تبدیل بکنین به یک معادله ریاضیکی، تبدیل بکنین به یک مدل ریاضیکی. علاوه بر از این شما همراه دو نوع مدل ها برای فعلا آشنا میشین. مدل های خطی، شما حتما از درسای مکتبتون توابع خطی یادتان است که y مساوی میگن mx جمع b، یعنی در حقیقت شما مدل های را مطالعه میکنین که وقت معادله ریاضیکی را به دست میارین مشابه به این نیست. یا هم مدل هایی که به شکل کوادراتیک است، y مساوی به ax مربع معادله درجه دو اگر یادتان باشه، مثبت bx مثبت c، یعنی مدل های را شما بررسی میکنین که به این شکل هستن، به شکل معادلات درجه دو هستن. علاوه بر از این شما به مطالعه بعض از توابع میپردازید، توابع پاور، اکسپوننشیال یا نمایی لوگاریتمیک، توابع نسبتی، توابع الجبریک و توابع ترایگونومتریک. شما در این سکشن در حقیقت دو نوع مدل ها را آشنا میشین، مدل های خطی و مدل های کوادراتیک یا درجه دو. این توابع را برای فعلا میخوانین. در درس های آینده تون باز از این توابع شما استفاده میکنین به خاطر مدلینگ. مثلا من یک مثال به یاد دارم که در سکشن بعدی، سکشن سوم، شما از توابع ترایگونومتریک استفاده میکنین به خاطر مدلینگ حوادث طبیعی. خیلی در ختم درس امروز شما همراه حوادث طبیعی آشنا میشین و یاد میگیرین چطور اینا رو تبدیل بکنین به مدل های ریاضیکی و همراه بعض انواع از توابع آشنا میشین. همراه بعض انواع از این توابع شما آشنا میشین. ما شما سکشن دوم ماست، ماتماتیکال مدلز. ما درس خود آغاز میکنم. در ماتماتیکال مدلز شما وقت در نظر میگیرین ماتماتیکال مدلز میگین. ما ایره در نظر بگیرم، ماتماتیکال مدلز میگم. ماتماتیکال مدلز من دیگه تمرین میکنم که ختم آهسته آهسته خوب شده بره. بر صورت ختم خوبش هم نیست، ولی کوشش میکنم که در بورد الکترونیکی خوبتر نشته کنم. ماتماتیکال مدلز میگم. اینجا حسابای گرامی در یک جمله ماتماتیکال مدلز چیست؟ میگم ارائه یک حادثه طبیعی توسط معادلات ریاضیکی. یعنی یادت بگم در درس‌های مکتب شما این سوالات عبارتی نام ماندین. در حقیقت یک عبارت می داشته باشین، یک عبارت شما این عبارت تبدیل میکنین، این عبارت به یک معادله تبدیل میکنین. اینمی بحث ماتماتیکال مدلز به یک معادله ریاضیکی تبدیل میکنین. ماتماتیکال مدلز در حقیقت دریافت معادلات ریاضیکی یا هم تبدیل عبارت ها به معادلات ریاضیکی می باشه. خب ما در طبیعت انواع مختلف از حوادث داریم. ماتماتیکال مدلز ارائه حوادث طبیعی توسط معادلات ریاضیکی. ما شما انواع مختلف از حوادث داریم، یعنی حوادث یا فنومنا را وقتی که شما در نظر میگیرین، فنومنایتون در طبیعت وقتی که شما در نظر میگیرین به اشکال مختلف میتونه که باشه. وقتی شما در نظر میگیرین این به اشکال مختلف میتونه که باشه. میتونه رشد نفوس باشه یا پاپولوشن گروت باشه. من میره وقتی که در نظر میگیرم رشد نفوس فرزن، این رشد نفوس یا هم تناقص نفوس. میتونه که نفوس زیاد شده بره، میتونه که نفوس کم شده بره، خدای نکرده کدام مرض آمده باشه نفوس کم شده بره. یا هم شما در نظر گرفته میتونین ارتفاع یک جسم که در حالت سقوطه، ارتفاع یک جسم در نظر گرفته میتونین. این هم یک حادثه است. میخوایم که ارتفاع یک جسم رو بفهمیم که در حالت سقوط یک جسم در حالت سقوط
فری فالینگ آبجکت می داشته باشین، شما میخواین که ارتفاع از او رو تعیین کنین. علاوه بر از شما حالتهای مختلف از حوادث در نظر گرفته میتونین. میشه من تغییر موقعیت یک جسم در نظر بگیرم. تغییر موقعیت یک جسم یک حادثه است. تغییر درجه حرارت هم خود از یک حادثه است. تغییر درجه حرارت یک حادثه است در طبیعت. من میگم تغییر درجه حرارت یک حادثه است. علاوه بر از شما تصور بکنین که به این شکل انواع مختلف از حوادث دارم. میشه که یک ذخیره داشته باشین، ذخیره در حالت پر شدن باشه، ذخیره در حالت پر شدن باشه، در حالت پر شدن باشه. یک ذخیره در نظر بگیرین که در حالت پر شدن باشه. یا هم شما تصور بکنید که دو تا موتور در یک چهارراهی هستن، دو تا موتور از دو جهت نزدیک شده میره. نزدیک شدن موتورها میگم نزدیک شدن یا هم یک حادثه است. موتورها شما حالتهای مختلف در نظر گرفته میتونین. رشد نفوس وقتی ما شما میگیم که ماتماتیکال مدلز، در حقیقت من میگم فرضاً نفوس باکتریاها در حالت افزایشه، این تبدیل به یک معادله میکنین و این متونشته میکنین. من نشته میکنم میگم من به عنوان مثال در نظر میگیرم پیافتی مساویس به پیافتی یا نفوس ما مساویس به 50 ای به نمای 5 تی در نظر میگیرم. یا ارتفاع یک جسم که در حالت سقوطه، من میخوایم ارتفاعش تعیین بکنم. من میگم ارتفاع از این مساوی است به عبارت از 3.5 تی مربع. 3.5 تی این یک معادله است. در حقیقت من میگم ارتفاع یک جسمی که در حالت سقوطه. شما تصور بکنید این جسم به طرف و این سقوط میکنه. من میگم ارتفاع از این تصور بکنید که سطح زمین بوده باشه. ارتفاع از در لحظات مختلف از این رابطه به دست میاد. به این شکل تغییر موقعیت، من میگم موقعیت یک جسم از این رابطه به دست میاد 3 مثبت 6 تی. این که از کجا میشه برای فعلا شما کار ندارین، فعلا فقط بپذیرین. مدل ریاضیکی ارائه یا ماتماتیکال مدلز ارائه یک معادله ریاضیکی برای یک حادثه. تغییر درجه حرارت، من میگم یک گیلاس بمانین، با گذشت زمان گیلاس چای ما سرد شده میره. من درجه حرارت از این میگم وابسته به زمان است، اما تو من این به این شکل من در نظر میگیرم فرضاً داشته باشم 50 - 3 تی. ما به این شکل این در نظر میگیرم. یا یک ذخیره شما در نظر بگیرید در حالت پر شدن باشه، یا هم نزدیک شدن موتورها. به این شکل دیگه این حوادث مختلف است. ما شما میگیم که اینی حادثه را تبدیل میکنم به یک معادله ریاضیکی. نام از این میمونه ماتماتیکال مدلز. خب سوال مطرح میشه من چرا مدلینگ انجام میدم؟ هدف ما از انجام ماتماتیکال مدل چیست؟ ما چرا باید ماتماتیکال مدلز انجام بدم؟ من میگم که پرپوز ما از ماتماتیکال مدل چیست؟ من کنشته کردم هدف ماتماتیکال مدلز. هدف ما چیست که ما ماتماتیکال مدل انجام میدم؟ ما به خاطر دو هدف ماتماتیکال مدلز انجام میدیم. هدف اولی به خاطر از اینکه ما ابعاد مختلف حادثه را به خوبی بفهمیم. ما باید بفهمیم که یک اندرستندینگ صورت بگیره. ما باید بفهمیم که ابعاد مختلف تغییر درجه حرارت، تغییر موقعیت، ما باید بفهمیم که در هر لحظه ارتفاع از چقدر می باشه یا در هر لحظه مقدار نفوذ چقدر می باشه. به خاطر اینکه ما به خوبی ابعاد مختلف حادثه را درک کرده بدانیم، ما ماتماتیکال مدلز انجام میدیم. در کنار از او خوبی از این ماتماتیکال مدلز است که ما در ارتباط به آینده پردیکشن انجام داده میتونیم. ما میگیم با استفاده از ماتماتیکال مدلینگ ما در ارتباط به آینده پردیکشن انجام داده میتونیم. ما پیش بینی کرده میتونیم. میگیم ما وقتی که در نظر میگیرم در ارتباط به آینده میگم پردیکشن انجام داده میتونم که فرضاً نفوس جسم میگیم ما در ارتباط به نفوس ما پیش بینی میکنیم فرضاً میگم 1 سال بعد مقدار نفوس ما چقدر می باشه، یا هم در ارتباط ما در ارتباط با اینش چه زمان ای به سطح زمین میرسه. ما به این شکل میخوایم در ارتباط به آینده سیستم ما پیش بینی بکنیم. هدف ما از ماتماتیکال مدلینگ دانستن ابعاد مختلف و پیش بینی کردن آینده سیستم. خب
حالا ما میگیم که ما چگونه میتونیم متماتیکال مدلینگ چطور انجام بدیم. معمولا شما یک عبارت می داشته باشین، این عبارت رو تبدیل میکنیم به یک معادله ریاضیکی. پروسه از این چه رقم است؟ ما چگونه میتونیم که متماتیکال مدلینگ انجام بدیم؟ به خاطر انجام متماتیکال مدلینگ ما یک سلسله پروسه داریم انجینر صاحبای گرامی. من این پروسه را از اینجا کپی میکنم، من میارم اینجا به این شکل اینی رو کپی میکنم، من روی از این تبصره میکنم. ما به خاطر از اینکه متماتیکال مدلینگ انجام بدیم ما بعض پروسه ها رو انجام بدیم، یک سلسله داریم دیگه پیش خود. خب به هر صورت به خاطر انجام متماتیکال مدلینگ معمولا ما در ابتدا عبارت می داشته باشیم، رشد نفوذ، تغییر درجه حرارت، یا یک عبارت می باشه. از مهارت های ریاضیکی خود استفاده میکنیم، استفاده از مهارت ریاضیکی و مهارت فیزیک. مهارت ریاضیکی و فیزیک خود استفاده میکنیم از ریاضی و فیزیکش. از مهارت ریاضی و فیزیک خود استفاده میکنم، از مهارت ریاضی و فیزیک خود استفاده میکنم، ریاضی و فیزیک خود استفاده میکنم. اینی عبارت تبدیل میکنم به یک معادله ریاضیکی. بعد از او وقتی که من یک معادله ریاضیکی را به دست آوردم، شما یک معادله ریاضیکی را به دست میارین، فرضاً به دست میارین که 3t مربع منفی 6t جمع 1. بعد از اینکه معادله ریاضیکی را به دست آوردم، بالای از این بعض قوانین ریاضی را تطبیق میکنم، بعض قواعد کلکولاس، قواعد ریاضیکی را تطبیق میکنم، قواعد ریاضیکی یا قوانین کلکولاس تطبیق میکنیم. ما شما آینده باز میخوانیم قوانین کلکولاس تطبیق میکنیم. یک چیز متوجه باشین که بعد از اینکه ما قواعد ریاضیکی رو تطبیق کردیم، ما قادر به این میسازه که بعض نتیجه گیری ها بکنیم. شما متوجه باشین اینجا من مهارت ریاضیکی گفتم. مثلا استفاده از قضیه فیثاغورس یک مهارت ریاضیکی است، اما هر زمانی که باز من یک معادله را به دست آوردم، بالای از این من قوانین مشتق تطبیق میکنم، بالای از این من قوانین توابع را تطبیق میکنم. اینجا باز من از در حقیقت قواعد ریاضیکی را تطبیق کردیم، پیش بینی میکنم. در ارتباط به این چی پیش بینی میکنم؟ من پیش بینی میکنم که بیشترین مقدار از این چقدر است، کمترین مقدار از این چقدر است. کمترین مقدار چه زمان تمام میشه؟ زمان تمام شد. چه زمان سیستم ما به پایان میرسه؟ خب مرحله اول یک جمله عبارت الجبری یک عبارت می داشته باشین. با استفاده از مهارت های ریاضیکی تبدیل میکنین به متماتیکال مدلینگ. متماتیکال مدلینگ قواعد ریاضیکی یا قوانین کلکولاس بالا ازی تطبیق میکنین، این تبدیل در نتیجه بعضی نتیجه گیری ها میکنین. میگین بیشترین مقدار سرعتش به این اندازه است، کمترین مقدار سرعتش به این اندازه است، یا هم زمان تمام شده از به این اندازه است. وقتی که انجام دادین، بعد از اون باز شما بعض تفسیرها میکنین، تفسیر میکنین. یک چیز متوجه باشین، نتیجه گیری که شما میکنین همیشه ممکن در زندگی عملی امکان داشته باشه، ممکن در زندگی عملی امکان نداشته باشه. مثلا من یک مثال میزنم. فرضاً من سقوط یک جسم در نظر میگیرم، این یک جسم در نظر می یک جسم شما تصور کنید، این در حالت سقوطه. من میگم جسم در حالت سقوطه. اول یک حالت شد، من از قوانین ریاضیکی استفاده میکنم یا قوانین فیزیک. قانون فیزیک چیست؟ چیزی را که گالیله میگه که جسمی که سقوط میکنه معادلش چیست؟ معادله رو شما نشون میکنین. بعد از قوانین ریاضیکی را، قواعد ریاضیکی را بالا از انجام میدین. وقتی که انجام دادین بعضی نتیجه گیری میکنین. نتیجه گیریتون چیز؟ فرضاً دو جمله میگم این جسم هیچ به زمین نمیرسد، به زمین نمیرسد. این تا من نتیجه گیری میکنم نمیرسد. شما وقتی نتیجه گیری کردین، بعد یعنی در ارتباط به آینده سیستم یک پیش بینی کردین، بعد از شما تست میکنین آیا این میگه امکان داره که جسم به زمین نرسه؟ نمیگیم این گپ اشتباه زده شده دیگه. اینی نتیجه گیری که ما در اینجا کردیم اشتباه. این جسم بسیار زود به زمین میرسد میگیم به زمین جسم میرسه. میگم این گپ اول اشتباه، گپ دوم باز یک گپ درسته. به هر صورت این جملات زیاد مهم نیست، برای فعلا فقط همینقدر بپذیریم که متماتیکال مدلینگ 4 مرحله داره. این باز ما شما این عملا در حوادث مختلف مورد مطالعه قرار میدیم، راحت این مهارت کسب میکنیم که چطور یک جمله یا عبارت وقتی که به ما داده میشه، یک قضیه طبیعی داده میشه، این ما تبدیل بکنیم به مدل ریاضیکی و نتیجه گیری بکنیم و بعد از او در ارتباط به آینده سیستم پیش بینی بکنیم.
به هر صورت هدف ما مدلینگ، مهمترین قسمت کار ما مدلینگ. ما میخوایم که ماتماتیکال مدلز انجام بدیم. ما میخوایم یاد بگیریم که چطور ماتماتیکال مدلز انجام بدیم. به خاطر مدلینگ یک چیز متوجه باشین که به خاطر از اینکه ما مدل سازی بکنیم یا هم معادلات الجبری رو به دست بیاریم، ما و شما به خاطر به دست آوردن معادلات ریاضیکی از انواع مختلف فانکشن ها یا توابع استفاده میکنیم. از انواع مختلف توابع استفاده بکنیم. میشه که از توابع خطی استفاده کنیم. اگر از توابع خطی استفاده کنیم، نام مدل های خود میمونیم لینیر مدل میمونیم. میگیم این مدل ما مدل خطی است، لینیر مدل میگیم. ما این کمی واضح تر نشته کنم، لینیر مدل یا هم مدل های خطی است. میشه که از توابع درجه دوم استفاده کنیم. درجه دوم نام چی خود میمونیم؟ کوادراتیک بگیم. این میگیم کوادراتیک مدل، یعنی مدل های درجه دوست. میشه از درجه 3 استفاده کنیم، از درجه سوم استفاده کنیم، میشه از توابع مثلثاتی استفاده کنیم یا مدل های مثلثاتی میگیم. ما اینو بعدا در نظر میگیریم. خیلی مهمه میگیم برای به خاطر انجام مدلینگ ما از انواع مختلف توابع استفاده کرده میتونیم از توابع خطی استفاده کنیم، میتونیم از توابع درجه 2 درجه 3 و به این شکل از توابع مثلثاتی و به ادامه از انواع مختلف دیگه توابع. برای فعلا ما شما لینیر مدل ها رو مورد مطالعه قرار میدیم. من میگم که لینیر مدل چیست؟ لینیر مدل میگم برای لینیر مدل ها یا مدل های خطی. وقتی که ما میگیم در لینیر مدل، وقتی که ما میگیم یعنی مدل هایی که من میگم لینیر مدل میگیم. اتوما در نظر میگیرم لینیر مدل یا مدل های خطی. قبل از اینکه ما به لینیر مدل ها بپردازم، یک دفعه ما توابع خطی را مورد مطالعه قرار میدم یا لینیر فانکشن ها را مورد مطالعه قرار میدم. من میگم که لینیر فانکشن ها راستی چه نوع فانکشن هاست؟ لینیر فانکشن، لینیر مدل چیست؟ مدل هایی که توسط به شکل تابع خطی باشه، یعنی مدل هایی که به شکل تابع خطی باشن یا توسط تابع خطی مدل شده باشن. خیلی ما شما ایجاب میکنه که یک دفعه توابع خطی را بشناسیم. امیمه که گفتم توابع خطی، عاجل در ذهن شما میاد که توابع خطی عبارت از توابعی است که به شکل خط مستقیم باشه. توابع خطی را میگن به شکل عبارت از توابعی است که به شکل توابع خطی می باشه. من میره در نظر میگیرم اینجا ما تابع خطی میگم. تابع خطی خیلی وقتی که شما در نظر میگیرین یا لینیر فانکشن میگن توابعی است که به شکل گرافش به شکل خط مستقیمه. شما تصور کنید که گراف از این به شکل التوس و وقت مدلی از این محور اکس تان بوده باشه و یا محور وای تان. توابع خطی گرافش به شکل خط مستقیمه. مدلی از این وقتی که شما در نظر میگیرین وای مساوی است به ام ایکس جمع بی. شما از درسای مکتبتان میفهمین که اینی میل خط مستقیمه، میلشه و در کنار از ای بی نقطه تقاطع با محور وای، ای وای انترسپتشه، وای انترسپت میگیم و ای هم سلاپشه یا میلش است. ببخشین که ما در نظر بگیرم سلاپ یا میلشه. خیلی میل خط نشان میده و ای هم بی. من میگم که اینجا وای ما از جنس اکس. آنچه که مهمه است شما باید قیمت میل بفهمین و قیمت بی را باید بفهمین. فرضاً ما چند مثال در نظر میگیریم. وای مساوی به 2x منفی 6، میلش دو نقطه تقاطع با محور وای ما منفی 6 یا هم وای مساوی است به ما داشته باشم فرضاً منفی 3.5x منفی 3.5x مثبت 11. به اشکال مختلف میتونه که باشه. وای مساوی است به 4 منفی 2x. این در حقیقت توابع خطی ماست. 2x منفی 6 منفی 3.5x مثبت 11 یا هم 4 منفی 2x. یک چیز متوجه باشین که از شما اشتباه نشه اینجا صاحبای گرامی، در این حالت که شما در نظر میگیرین اینجا وای ما از جنس x، وای از جنس x. شما چه گرفتین؟ گفتین که ای مساوی است به وای ما مساوی است به mx جمع b. میشه که عوض وای از جنس x شما یک چیز دیگه داشته باشین. فرضاً داشته باشین که t از جنس h، در اون صورت شما میگین که عوض y t داریم. ما میگیم که t مساوی است به، من میره توسط خط دیگه در نظر میگیرم، به رنگ دیگه کار میکنم. فرضاً y از جنس x بود وقتی شما در نظر گرفتین. اینجا y ما از جنس x بود.
وای ما از جنس x بود. میشه که t از جنس h باشه، ما مشکل نداریم. من میگم که t مساوی است به mh جمع b. به این شکل حالت دیگه وقتی که مد نظر میگیرم میشه که فرضاً c تان ای که چیز ما فعلا کار نداریم، هدفی است که شما وقت در نظر میگیرین c از جنس t بوده باشه. در اون صورت عوض y c دارم، من میگم c مساوی و عوض x t دارم m t مثبت b. خیلی ما شما دیگه توابع خطی را مشناسیم. توابع خطی گرافشون به شکل خط مستقیمه، معادلشون معمولا بینوم ها می باشه. معادلش وقتی که شما در نظر میگیرین یک بینومه. با عنوان مثال وقتی که من در نظر میگیرم y مساوی است به 2x مثبت 1 فرضاً، یک معادله خطی است. این دارای بعضی ویژگی ها است. اگر ما بخوایم ویژگی های از این مورد مطالعه قرار بدم، به خاطر دانستن ویژگی های از این من یک مثال در نظر میگیرم. شما تصور کنین که به این شکل در نظر بگیریم اینی یک تابع خطی ماست. تابع خطی شما معمولا بر x قیمت میدین، بر x وقت قیمت دادین قیمت های y بررسی میکنین. من اینجا بر x قیمت میدم، قیمت های y بررسی میکنیم. قیمت های y بررسی شما اختیار دارین بر x هر قیمتی که میتونید اختیار دارین. مثلا من بر x قیمت میدم 0، بر x قیمت میدم فقط اختیاری 2 قیمت میدم، بر x قیمت میدم 4 قیمت میدم، بر x قیمت میدم 6 قیمت میدم، بر x قیمت میدم 8 قیمت میدم. حالا من میام قیمت های y بررسی میکنم. 0 وقتی که اینجا وضع میکنم میشه 1، قیمت y ما 1 میشه. 2 رو وقتی که وضع میکنم 2 4 جمع 1 5 میشه. 4 رو وقتی که وضع میکنم 2 4 8 جمع 1 9 میشه. 6 وقتی که وضع میکنم 2 6 12 جمع 1 13 میشه. 8 که وضع میکنم 2 8 16 جمع 1 17 میشه. توابع خطی یک تا ویژگی داره. ویژگیش چیست؟ هرگاه x ما به اندازه یک عدد ثابت تغییر بکنه، به اندازه یک عدد ثابت زیاد شده بره، دو واحد زیاد شده رفته، y ما هم به اندازه ثابت تغییر میکنه. این نشانی توابع ثابت است. این هم به اندازه 4 واحد تغییر میکنه، این هم به اندازه 4 واحد تغییر میکنه، این هم به اندازه 4 واحد تغییر میکنه. خیلی توابع ثابت نشانیش نیست که هرگاه متحول مستقل به اندازه ثابت تغییر کرد، متحول وابسته ما هم به اندازه ثابت می باشه. متحول 4 واحد دیگه نشانش چیست که حاصل تقسیم از یا 4 تقسیم 2 بکنین یک عدد ثابته، 4 تقسیم 2 بکنین این 4 تقسیم 2 بکنین بازم یک عدد ثابته. حاصل تقسیمشون هم یک عدد ثابته. شما 4 تقسیم 2 میکنین، 4 تقسیم 2 میکنین، با این شکل اینجا 4 وقتی که تقسیم 2 میکنین در تمام حالت حاصل از این 2 میشه، حاصل از این 2 میشه، حاصل از این 2 میشه، حاصل از این 2 میشه. خیلی ما میگم هرگاه متحول مستقل ما به اندازه ثابت تغییر کرد، متحول وابسته ما به اندازه ثابت تغییر میکنه و حاصل تقسیم تغییرات 4 تقسیم 2 4 تقسیم 2 باز هم یک عدد ثابت است که ما شما در نظر. خب حالا به حل مثال اول میپردازیم. در مثال اول من وقتی در نظر میگیرم من میبرم به صفحه ون نوت خود. خب در مثال اول بر ما گفته میشه که هر زمانی که مولکول های هوا به طرف بالا میره سرد میشه. در سطح زمین درجه حرارت از 20 درجه سانتیگراد است. وقت 1 کیلومتر به طرف بالا میره در اون صورت باز درجه حرارتش 10 درجه سانتیگراد میشه. سوالی است که درجه حرارت مولکول های هوا را از جنس H یا ارتفاع ارائه بکنیم یا مدل بکنیم. مرگو کوتاه‌تر بگویم یا واضح‌تر بگویم. در اگزمپل اول بر ما گفته میشه که درجه حرارت هوا وابسته به ارتفاع است. درجه حرارت هوا وابسته به ارتفاع است. هر قدر که ارتفاع ما به طرف بالا میره درجه حرارت هوای ما سردتر شده میره. در این مثال بر ما گفته میشه که درجه حرارت ما یعنی تمپریچر مولکول های هوا یا تمپریچر ما وابسته به ارتفاع است. هر قدر که به طرف بالا میریم هوای ما سردتر شده میره. با عنوان مثال دی مثال اول که بر ما شما توضیح داده شده به شکل است که شما یک قضیه دارین که اینی تصور کنین سطح زمین بوده باشه. این سطح زمینه.
در سطح زمین درجه حرارت مولکول های هوای ما 20 درجه سانتیگراد است. تمپریچر ما 20 درجه سانتیگراد است. هر زمانی که ما بالا میریم، 1 کیلومتر به طرف بالا میریم، تصور بکنین که مولکول های هوای ما 1 کیلومتر بالا میره، به اینجا میام، 1 کیلومتر به طرف بالا میره، به اندازه 1 کیلومتر بالا میره. در این قسمت درجه حرارت هوای ما 10 درجه سانتیگراد، تی ما مساوی است به 10 درجه سانتیگراد. یعنی در سطح زمین شما اگر دقت بکنین مقدار اچ ما، یعنی ارتفاع ما در سطح زمین به اندازه اچ ما برابر به صفر کیلومتر. در ارتفاع 1 کیلومتری وقت اچ ما 1 کیلومتر میشه، در اون صورت درجه حرارت ما 10 درجه سانتیگراد میشه. یعنی شما تصور بکنید مولکول های هوا را، اینی مولکول هوا باشه، مولکول های هواست، اینی مولکول های هوا در سطح زمین یا در ارتفاع 0 کیلومتری درجه حرارتش 20 درجه سانتیگراد، هرگاه به طرف بالا بره، 1 کیلومتر به طرف بالا بره، درجه حرارتش 10 درجه سانتیگراد میشه. خب سوال چیست؟ ما میگیم در سوال اول گفته میشه که درجه حرارت ما وابسته به ارتفاع است. هر قدر که به طرف بالا میریم، یعنی هر قدر که به طرف بالا میریم درجه حرارت ما پایین میره، به طرف بالا میریم درجه حرارت ما پایین میره. سوال چیست؟ در جز اول بر ما گفته میشه که تی را از جنس h به دست بیاریم، تی را از جنس h به دست بیاریم، as a function of h به دست بیاریم، تابع h به دست بیاریم. این نامعلومه، این سوال ماست، یک متماتیکال مدل به دست بیاریم، یک مدل ریاضیکی به دست بیاریم. در این سوال اول یک چیزی که ما را کمک کرده که بسیار مهم است که ما شما چون نوع آغاز هستیم، برای ما چی میگه که لینیر مدل استفاده کنیم، یعنی ارتباط بین درجه حرارت و ارتفاع ما به شکل لینیر مدل، مناسب ترین مدل لینیر مدل. این برای ما کمک میکنه، خیلی کمک میکنه جناب گرامی. برای ما گفته میشه که لینیر مدل استفاده کن. امی که گفت لینیر مدل عاجل آنان یادم اومد که لینیر مدل تابع خطی است، y مساوی است به mx جمع b. اشتباه نکنین که اینجا y ما از جنس x، y ما از جنس x، یعنی y تابع x، y تابع x. اما در این سوال شما اشتباه نکنین که t ما تابع h، t ما تابع h، یعنی شما اینجا دارین t تابع h. وقتی t تابع h بود، در اون صورت شما عوض y t عوض x h نوشته میکنین که t مساوی است به mh جمع b، mh جمع b. چیزی که اینجا سوال همیشه مثل همیشه، اینجا t ما از جنس h، t ما از جنس h میگم، t ما است از جنس h. چیزی که سوال است باید قیمت m به دست بیاریم، باید قیمت b را به دست بیاریم. به خاطر دو تا مجهوله، دو بسیار مهمه، دو مجهول داریم، دو دانه unknown داریم یا دو دانه variable داریم. چیزی که بسیار مهمه است این است که دو مجهول داریم، باید دو تا معلومات داشته باشیم، دو گروه از معلومات داشته باشیم. شما اگر دقت بکنید ما دو گروه از معلومات داریم. این یک گروه از معلومات اولی، این معلومات دومی ما، گروه دوم از معلومات ما. از گروه از این معلومات ها استفاده میکنیم به خاطر به دست آوردن قیمت های m و b از این معلومات. از معلومات اولی برای ما میگه که هرگاه h ما صفر باشه درجه حرارت 20 درجه سانتیگراد. من نوشتهش میکنم، من میگم هرگاه h ما مساوی به 0 کیلومتر باشه درجه حرارت ما 20 درجه سانتیگراد است. میم این معلومات در این معادله وضع میکنیم، در معادله t مساوی به mh جمع b وضع میکنیم. من میگم که t مساوی است به m ضرب h جمع b. قیمت گذاری میکنم، هرگاه t ما 20 درجه باشه، 20 درجه سانتیگراد باشه، قیمت h ما صفر میشه، 0 ضرب m مثبت b. قیمت b را شما به دست میارین 20 درجه سانتیگراد. 20 فقط برای فعلا شما به یاد داشته باشین که قیمت b ما 20 درجه است. معمولا واحدش باز ما نوشته نمیکنیم که 20 درجه سانتیگراد. به هر صورت من اینجا نوشته میکنم t مساوی معادله ما اپدیت شد، معادله ما نو شد، m ضرب h
مثبت بی، قیمت بی ما 20 درجه سانتیگراد. این یک معادله ما شد. حالا ما میم از این معادله استفاده میکنیم در جزء دومی. جزء دومی بر ما چه گفته؟ در جزء دوم یا در بخش دوم بر ما گفته شده که معلومات دومی در ارتفاع 1 کیلومتری 10 درجه سانتیگراد، یعنی هر زمانی که ارتفاع ما 1 کیلومتر میشه، اچ ما 1 کیلومتر باشه، درجه حرارت ما 10 درجه سانتیگراد میشه. من میره وضع میکنم مقدار تیره. البته در اینجا باید از این معادله نو استفاده میکنم. تی مساوی به ام اچ مثبت 20. خب ایرم فراموش نکنین که 20 ما واحدش درجه سانتیگراده. خب قیمت تی رو نشته میکنم 10 درجه سانتیگراده مساوی به عوض ام ما نامعلومه، اچ ما 1 کیلومتره، 1 ام ضرب اچ ما 1 کیلومتر مثبت 20 ما واحدش سانتیگراد بود که اشتباه نشه از پیش ما 20 درجه سانتیگراد. قیمت ام به دست بیارم معلوم مجهول میکنم، 20 ای طرف انتقال میتونم 10 درجه سانتیگراد منفی 20 درجه سانتیگراد علامهش تغییر میکنه مساوی به ام ضرب 1. معمولا واحدات دلتان نشته میکنین، دلتان نشته نمیکنین مهم نیست. خب اطراف تقسیم ضریبش میکنین، اطراف تقسیم کیلومتر ما میکنم، یعنی اطراف از زیر تقسیم 1 کیلومتر میکنم. وقت تقسیم میکنین 10 درجه سانتیگراد منفی 20 درجه سانتیگراد میشه منفی 10 درجه سانتیگراد بر 1 کیلومتر. قیمت ام به دست آوردیم. بعضا از شما سوال میشه، به شما گفته میشه که ام چه معنا میده؟ ما میگیم ام تغییرات درجه حرارت نظر به فاصله، نظر به ارتفاع. این چه رقم ما میگیم ده هر 1 کیلومتر، هرگاه 1 کیلومتر بالا بریم درجه حرارت ما 10 درجه سانتیگراد پایین میاد. منفی پایین آمدن، کم شدن میگیم، یا پایین آمدن میگیم، کم شدن. مثبت زیاد شدن میگیم، برای فعلا زیاد شدن. خب ما چی میگیم؟ ام بر ما چی رو نشان میده؟ یا میل. میگیم میل تغییر درجه حرارت نشان میده نظر به ارتفاع. میگیم هرگاه 1 کیلومتر بالا بریم درجه حرارت 10 درجه سانتیگراد پایین میشه. قسمی که ما شما در این مثال میبینیم اینجا در ارتفاع 0 بود، وقتی 1 کیلومتر بالا میریم درجه حرارت از 20 درجه سانتیگراد بعد 10 درجه سانتیگراد میشه. در جزء دومی بر ما گفته شده که draw the graph of the function in part A. یعنی خب یک چیزی که ما قیمت ام باید در این معادله وضع کنم، در این معادله قیمت ام باید وضع کنم. ما قیمت ام وقتی که وضع میکنم میگم در نهایت تی مساوی به ام، اینجا ام داشتیم عوض ام من نشته میگم منفی 10. واحدات ضرور نیست انجینیر صاحب نشته کنین، منفی 10 اچ مثبت 20. ما باز تکرار میکنیم انجینیر صاحب گرامی، شما وقتی میگین که لینیر مدل، در لینیر مدل برای ما شما یک قضیه داده شده بود، گفته شد که درجه حرارت مولکولای هوا وابسته به ارتفاع است. در سطح زمین 20 درجه سانتیگراد، هرگاه 1 کیلومتر بالا میره میشه 10 درجه سانتیگراد میشه. از ما شما خواسته شده بود که این حادثه را مدل بکنیم. به خاطر مدل این مهمترین قسمت کار ما است که بفهمیم متحول مستقل چیست، وابسته چیست. اچ متحول مستقله، اندپندنت وریبل، این متحول وابسته است. تی ما وابسته به است. وقت ارتفاع زیاد میشه درجه حرارت پایین میاد. به هر صورت وقت ما ایره در نظر میگیریم میگیم ما لینیر مدل پیشنهاد میکنیم. در کتاب برای ما شما چون نوع آغاز بود ما لینیر مدل در نظر گرفتیم. در لینیر مدل وقت می لینیر مدل گفته شد آنن به یاد ما میاد که تابع خطی است، وای مساوی به mx جمع b. اینجا فقط یک تفاوته که y از جنس x، اما در این مدل که ما در نظر میگیریم t از جنس h. عوض x ما h نشته میکنیم، عوض y ما t نشته میکنیم. t ما از جنس h، قیمت m باید به دست بیاریم بیره، یعنی t و h میمانه ولی m و بیره قیمتاش باید ما محاسبه کنیم. از دو تا معلومات اولی و معلومات دومی استفاده میکنیم. معلومات اولی رو استفاده کردیم قیمت بیره به دست آوردیم، معلومات دومی استفاده کردیم قیمت m به دست آوردیم، در این معادله وضع کردیم. این معادله در حقیقت t ما از جنس h. وقتی شما دقت بکنین در اینجا متوجه میشین که تی ما از جنس h، یعنی ای در حقیقت تی از a function of h مطرح میشه. در هر صورت در جزء B در کتاب در مثال بر ما گفته شده که گراف از این رسم بکنیم، یعنی گراف از این شما راحت میتونین با استفاده از درس‌های مکتبتان در مستوی کارتزینی خودتان کار بکنین. در جزء C این متماتیکال مدل که ما به دست آوردیم تی مساوی به منفی 10 h مثبت 20. فایده از این چی است؟ ما شما با استفاده از این پردیکشن میکنیم در ارتباط به آینده سیستم خود ما پیش بینی کرده میدانیم. مثلا ما میگیم که
فرضاً ما میگیم در ارتفاع 2.5 کیلومتری، هرگاه ارتفاع ما 2.5 کیلومتر باشه مقدار درجه حرارت ما چقدر می باشه. هرگاه ارتفاع ما شما در نظر بیر محاسبه میتونین کرده. خیلی من هر جا که اچ دارم قیمتش نوشته میکنم، میگم مقدار درجه حرارت ما منفی 10 عوض اچ قیمتش 2.5 2.5 مثبت 20. شما این وقت محاسبه میکنین مقدار تمپریچر ما مساوی است به وقتی تمپریچر تان محاسبه میکنین منفی 10 ضرب 2.5 منفی 25 میشه، منفی 25 مثبت 20 میشه. منفی 25 مثبت 20 وقتی در نظر میگیرین میگیم که مقدار تمپریچر ما منفی 25 مثبت 20 منفی 5 درجه سانتیگراد. به این معنا که هرگاه مولکولای هوای ما دونیم اینی سطح زمینه، سطح زمینه اینی مولکولای هوای ما 2.5 کیلومتر بالا برده، اینی سطح به 2.5 کیلومتر بالا بره، در اینجا درجه حرارتش منفی 5 درجه سانتیگراد میشه. شما حالتهای مختلف دیگر هم در نظر گرفته میتین. یا فرضاً بر شما گفتم هرگاه ارتفاع جسم ما فرضاً در ارتفاع 5 کیلومتری چه مقدار حرارت می داشته باشه. فرضاً ما همون یک گزینه بعدی در نظر میگیریم. فرضاً به ما گفتم هرگاه اچ ما 10 کیلومتر باشه، یعنی ما 10 کیلومتر بالا بریم، در اون صورت مقدار درجه حرارت ما به کدام اندازه می باشه. شما میتونید راحت محاسبه کنین. در اگزمپل سوم وقتی که دوم وقتی که من در نظر میگیرم، در اگزمپل دومتان به این شکل من اگزمپل دومتان در نظر میگیرم. ببخشین که من باید یه در نظر بگیرم. ما اگزمپل دوم خود در نظر میگیرم. در اگزمپل دوم از ما خواسته شده که یک متماتیکال مدل به دست بیاریم برای آلودگی هوا یا هم سطح کربن دی اکساید در هوا. در حقیقت برای ما شما یک تیبل داده شده. در این تیبل در سالهای مختلف، در این تیبل یک در حقیقت مقدار آلودگی هواست در سالهای مختلف. من این هرگاه در نظر بگیرم به این شکل، در اینجایی در نظر میگیرم اینی تیبل بر ما داده شده، شما هرگاه دقت بکنین. خب در اگزمپل دوم از ما خواسته شده که یک متماتیکال مدل به دست بیارم. برای چی؟ برای سطح کربن دی اکساید. اینی کربن دی اکساید که شما در نظر میگیرین در سالهای مختلف. فرضاً در سال 1988 مقدار آلودگی هوا یا کربن دی اکساید ما 38 واحد بوده. شما هم تو بپذیرین. در سال 1986 آلودگی هوای ما 347 واحد بوده. در سال 1996 362 واحد بوده. ما میبینیم با گذشت زمان آلودگی هوای ما بیشتر شده میره. چیزی که در دنیا عال مطرح است، در سال 1998 366 واحد، در سال 2012 393 واحد. همین است که در دنیا سر صدای مردم برآمده، میگن اگر شرایط به این شکل ادامه پیدا کنه آلودگی هوا بسیار زیاد میشه و این زمین شرایط زمین سخت میشه برای زندگی کردن برای انسان ها. به هر صورت در این وقتی که ما دقت میکنیم در حقیقت آلودگی هوای ما یا سطح کربن دی اکساید ما وابسته به زمان است. در این سوال ما اگر دقت بکنیم آلودگی هوای ما یا سطح کربن دی اکساید ما از فانکشن اف تایم مطرح میشه. این یک کمیت مستقله و این هم یک کمیت وابسته است یا سطح کربن دی اکساید ما. به هر صورت بر ما شما یک تیبل داده شده. در تیبل در حقیقت در سالهای مختلف آلودگی هوا یا سطح کربن دی اکساید داده شده. از ما شما خواسته شده که یک متماتیکال مدل به دست بیاریم. فایند ا مدل گفته شده برای ما. یعنی متماتیکال مدل ما نامعلومه. تو میگیم من حیث یک اصل کلی هر زمانی که برای ما شما یک تیبل داده شد از ما خواسته شد متماتیکال مدل به دست بیاریم. اولین کار ما انتقال از این داتا، انتقال یا پلات از این داتا در روی مستوی کارتیزنی است. در مستوی کارتیزنی این داتایتان پلات میکنین. ما این وقت در نظر میگیرم در مستوی کارتیزنی داتایتان پلات میکنین. من مستوی کارتیزنی رو در نظر میگیرم. در این قسمت مستوی کارتیزنی رو من در نظر میگیرم. شما تصور کنین من اینجا در نظر گرفتم. این یک محور مستقله
اینی محور مستقل تان تایم و محور وابسته تان اینی سطح آلودگی هواست یا مقدار کربن دی اکساید. شما رو دقت بکنید جناب صاحبای گرامی، این جوره های مرتبه برای شما میته، جوره های مرتبه. شما رو ببینین در سال 1980 338 واحده. خیلی من میگم در سال 1980 مقدار آلودگی هوای ما 338 واحده. 338 واحد. شما اگر اینی داتا را ببینید در سال 1984 در سال 1984 مقدار آلودگی هوای ما 344 واحده. این جوره های مرتب بر ما شما به دست میاد با استفاده از این. به این شکل شما اگر اینجا دقت بکنید در سال 1994 یک جوری مرتب براتون میده که اولش تیست تایم، دومش مقدار آلودگی هواست. اینو میگن T1 C1. به این شکل T2 C2 میگن. به این ترتیب تمام نقاط شما رو باید جابجا بکنید. تصور میکنید در حقیقت مجموعه از نقاط به دستتان میاد. اینی در سال 1980 در نظر بگیریم. یک چیز متوجه باشین جناب صاحبای گرامی که اینی محورتان قیمت گذاریش به هر شکل که دل شما خواسته باشه میشه. مثلا من 1980 میگم، اینی سال من میگم 1985 فرضاً 1985 میگم، اینی رو من میگم 1990 میگم. تقسیم بندی ما از 1980 شروع شد به این شکل پیش رفت. اینی سال 1995 میگم. بر صورت ما این وقتی که جابجا میکنم این را 335 میگم، 335 واحد، اینی را 340 واحد میگم تقسیمات ما، و مقدار آلودگی هوای ما 345 واحد میگم، اینجا میگم 350 واحد. به این شکل دیگه ادامه داره. بر صورت در سال 1988 مقدار آلودگی هوای خود وقتی که من در نظر میگیرم در سال 1980 آلودگی هوای ما 338 واحد. اگه 335 باشه اینی هم 338. از اینجا یک خط به شکل اینی 338 در نظر میگیرم. از اینجا این در حقیقت برای ما یک تا نقطه را یک تا نقطه را داد. در سال 1982 آلودگی هوای ما 341 واحده. اینی تصور کنید که سال 1982 بوده باشه، ما به یک رنگ دیگه ای را کار میکنم، تو باید من در نظر میگیرم. در سال 1982 341 واحده. اینی 341 باشه، این با هم وصل میکنم و تو یک تا نقطه دیگر میته. اینم تو شما مجموعه زیاد از نقاطه. هر زمانی که شما اینی داتا را به این شکل پلات بکنید مجموعه زیاد از نقاطه، چیزی که در کتابتون به شکل واضح تر ترسیم شده. من میرم به اینجا در نظر میگیرم اینی مجموعه از نقاطه. ببخشید که من این واضح تر بگیرم، باید تمام از این بیاید. من میم اینجا را در نظر میگیرم. هرگاه داتایتان شما پلات بکنین، وقتی داتایتان پلات میکنین در حقیقت انت یک گراف به دستان میاد. این پارتس پر میلیونه، این هم تایم ماست. در سال 1980 1985 1990 1995 2000 به این شکل شما در حقیقت داتایی که بر شما داده شده بود اینمی داتا را شما در مستوی کارتیزنی جابجا کردین. این محور مستقلتان بوده باشه، این محور مستقلتان و این محور وابسته‌تان. اتو میگیم هر زمانی که یک تیبل بر ما داده شد اولین کار ما پلات کردن تیبل در این مستوی کارتیزنی است. کار دوم بعد از این نقاط میبینیم که بسیار زیاد مشابه به کدام شکله. وقتی ما این مجموعه نقاط میبینم که بسیار زیاد شباهت به خط مستقیم داره، بسیار زیاد شباهت به لینیر مدل داره. شما رو در نظر بگیرین این به شکل خط مستقیم بسیار زیاد نزدیکی به خط مستقیم داره. حتی من میبینم به خط مستقیم. من چی میگم؟ یعنی مناسب ترین گزینه برای مناسب ترین مدل برای لینیر مدل. یک باریکی رو انجینر صاحبا متوجه باشین. در مثال اول و مثال دوم یک تفاوت داره انجینر صاحبا. در مثال اول برای شما خود مثال گفت چی گفت؟ assuming that a linear model is appropriate. مناسب ترین مدل برای از این حالت لینیر مدل برای شما کمک کرد، چون نوع آغاز بودیم ما شما بر ما شما هم یک نشانی داد، بر یک کمک کرد، گفت که از لینیر مدل استفاده کنیم. ما شما لینیر مدل استفاده کردیم، ولی به طور عموم در حوادث طبیعی برای شما مدل داد نمیشه. مدل باید خودتان تشخیص بدین. خودتان باید تشخیص بدین که آیا از مدل خطی استفاده کنیم یا هم از مدل کوادراتیک یا از مدل مثلثاتی. به هر صورت در مثال دوم معمولا در حوادث طبیعی یک تیبل داده میشه، مجموعه از داتا داده میشه، مجموعه از قیمت ها. شما این قیمت ها را در این مستوی کارتیزنی پلات میکنین. در این مستوی کارتیزنی وقتی پلات کردین بعد از خودتان تصمیم میگیرین که اینمی مدل ما به کدام شکل بسیار نزدیکه و خط مستقیم بسیار شباهت داشت. از خط لینیر مدل استفاده کردم. در لینیر مدل شما اگه یادتون باشه
شما در لینیر مدل فقط y از جنس x داشتین. شما داشتین که y مساوی است به mx جمع b داشتین. mx جمع b این در حقیقت y تان از جنس x بود، متحول مستقل، متحول وابسته. اما در مثال که ما شما کار کرده رایستیم، در این مثال c از جنس t است که اشتباه نشه انجینیر صاحبا. خیلی به این معنا که شما وقتی در نظر میگیرین عوض x t عوض y c در نظر میگیرین، میگین که c مساوی است به m ضرب t مثبت b. به این شکل در نظر میگیریم. بر صورت ما ایره واضح تر کار بکنم، به این شکل ما در نظر میگیرم که c مساوی است به mt مثبت b. چیزی اینجا c ما از جنس t، c ما از جنس t است، c ما از جنس t است. چیزی که نامعلومه باید قیمت m به دست بیارم، قیمت b را. دو تا مجهوله m نامعلوم b نامعلوم، از دو تا معلومات باید استفاده کنیم انجینیر صاحبای گرامی. از این مجموعه داتایی که داده شده شما میتونید از این مجموعه داتا از دو معلومات استفاده کنید. من به خاطر آسانی در کار از معلومات اولی استفاده میکنم و معلومات آخری. از این دو معلومات استفاده میکنم به خاطر به دست آوردن قیمت های m و b. خیلی دو تا معلوماتی که دارم 19.83.7 من اشاریش هم در نظر میگیرم. شما وقتی در نظر میگیرین اتوس 1980 در سال 1980 مقدارش است 338.7. معلومات اولی. معلومات دومی ما در سال 2012 393.8. در سال 2012 393.8. 393.8. خب این دو تا معلوماته. در حقیقت یک خط مستقیمه. به خاطر از اینکه اینی را مدل شه به دست بیارین، ما باید قیمت m به دست بیاریم، قیمت b را به دست بیارم. به خاطر به دست یک جمله دیگه هم میگم. لینیر مدل یک مدل خطی است. مدل خطی شما میشه یک معادله خطی است. معادله خطی میتونه به این شکل باشه که این خط معادله میلیش است. که شما میل می داشته باشین، یک تا نقطه را می داشته باشین، یک نقطه تقاطع با محور y. از این شما میتونید استفاده کنین که بگین c از جنس t است، c مساوی به mt مثبت b. اینجا دو معلومات مثل که در مثال اول کار کردم. در مثال اول شما معلومات اولی را وضع کردین، باز معلومات دومی را وضع کردین، کار کردین. یک حالتی است. حالت دومی شما به یک شکل دیگه هم میتونین کار بکنین انجینیر صاحبای گرامی. ما براتون خدمتتان عرض کنم که هدف ما شما پیدا کردن یک معادله است، یک معادله خط مستقیمه. هدف ما شما پیدا کردن یک معادله بر این خط مستقیمه. شما میشه از این مدل استفاده کنین، از این مدل میشه استفاده کنین. این مدل میلی. شما میشه از این مدل استفاده کنین که y منفی y1 مساوی است به y2 منفی y1 بر x2 منفی x1 ضرب x منفی x1. از هر مدل ما به خاطر از اینکه تنوع ایجاد شده باشه که باز شما پرابلم های تمرین هم بتونین حل کرده، ما این دفعه از این کار میکنم. فقط یک تفاوتی است که شما عوض y c دارین، عوض y1 c1 دارین. این دیگه از پیشتان اشتباه نمیشه. شما در اینجا گفتین عوض y c عوض x t دارین، عوض y2 c2 دارین. ما شما میگم c2 منفی c1 بر t2 منفی t1 منفی t1 ضرب t منفی t1 در نظر میگیرم. فقط در اینجا اینی t1 اینی c1 اینی t2 و اینی هم c2. من قیمت گذاری میکنم. c منفی c1 ما از 338.7 ببخشید که من میرم 338.7 مساوی است به c2 ما 393.8 موازی تری را کار بکنم 93.8 منفی c1 ما 338.7 338.7 بر t2 منفی t1. t2 ما 2012 است، 2012 است منفی t1 ما است 1980. اینم دارم t منفی t1. t ما میگم t خودش منفی t1 قیمت های t1 وضع میکنم 1980. اینجا ما وضع میکنم 1980. بر صورت این وقتی که من در نظر میگیرم به این شکل ما قوس خود بسته میکنم.
قوس خود وقتی که من بسته میکنم تا قوس خود بسته میکنم. شما هر زمانی که این مدل را ساده بسازین، در نهایت بعد از ساده سازی این وقتی که ساده میسازین، بعد از ساده سازی این وقتی ساده میسازین، آخرین مدلتان وقتی که به دست میرین 1.722 1.722 تی 1.722 تی منفی 3070 3070.86 مدلتان به دست میاد. این در حقیقت مدل ماتماتیکال مدل انجینیر صاحبای گرامی، سی از جنس تی. من باز تکرار میکنم، بر ما یک ریال ورد فنومنا داده شد. ریال ورد فنومنا در حقیقت حادثه طبیعی داده شد. به خاطر از اینکه ما رو تبدیل بکنیم به ماتماتیکال مدل، به یک مدل، ما اول همیشه معلومات داده شده در مستوی کارتزینی پلات میکنم، بعد از میبینم کدام مدل مناسب ترینه، میبینم مدل خطی میشه از این شکل استفاده کنم. دو تا معلومات دارم، میشه بگم که در حقیقت دو نقطه یک خط مستقیمه، از مدل خط مستقیم استفاده کنم، این ادامه بدم مدل خود به دست بیارم. انجینیر صاحبای گرامی، فایده از این مدل چیست؟ ما از این مدل چی استفاده کرده میتونیم؟ ما شما گفته هرگاه ماتماتیکال مدل به دست بیاریم، فایده از این است که ما شما در ارتباط به آینده پیش بینی کرده میتونیم. مثلا من پیش بینی کرده میتونم فرضاً که در سال 1987 مقدار آلودگی هوا چقدر ممکن بوده باشه، در سال 1987 مقدار آلودگی هوا ممکن چقدر بوده باشه. یا هم من پیش بینی میکنم به عنوان مثال بعدی که در سال 2020 ممکن آلودگی هوای ما چقدر بوده باشه. شما متوجه باشین انجینیر صاحبای گرامی، این در حقیقت چیزی است که در دنیا شما حتما متوجه شده باشین که پیش بینی میکنن، میگن در سال 2020 هوا اینقدر تغییر میکنه، در سال 2024 در سال 2030 ممکن آلودگی هوا به چه اندازه باشه. اینمی محاسبات انجام میدن. در حقیقت از چندین ساله، اینمی از دنیاست، از چندین سال آلودگی هوا جمع میشه، ریکارد میشه، بعد از او ریکارد پلات میشه، یک مدل به دست میاد، در ارتباط به آیندهش پیش بینی میشه. خب شما وقتی که در نظر بگیرین این یک خط مستقیمه، قیمت تی داده شده، در این مدل قیمت تی رو وضع میکنه، قیمت سی رو به دست بیارین. من میگم قیمت سی ما مساوی است به دست یک اشاریه داره، اشتباه نشه از پیشتان، 1.722 عوض تی قیمت چه نشته میکنم؟ قیمت تی ما 1987 منفی 3070.86. شما این قیمت دی وضع میکنین، میبینین که حاصل از هر چندی که بود مقدار آلودگی هوایتون. با این شکل اینجا وقتی میخواین قیمت سی رو به دست بیارین، عوض تی قیمت چه وضع میکنین؟ 1.722 عوض تی قیمت چه وضع میکنین؟ میگن که تی ما 2020 در سال 2020 ممکن چقدر باشه؟ منفی 3070.8. در حقیقت با استفاده از این مدل شما در هر لحظه زمانی مقدار سی رو پیدا کرده میتونین. یک چیز دیگر متوجه باشین انجینیر صاحبای گرامی، در اگزمپل دوم یک باریکی رو متوجه باشین که کار را که ما شما انجام دادیم عملا محاسبه کردیم. اینی داتا بود، من اینجا پلات کردم، مدل خودم به دست آوردم. این در حقیقت چیزی بود که من عملا انجام دادم و محاسبهش کردم. به این شکل یک باریکی دیگه هم هست انجینیر صاحبای گرامی. باریکی دیگه دیگه است انجینیر صاحبای گرامی که شما اینمی داتا را من اینجا هند کالکولیشن داشتم، با استفاده از دست من این مدل به دست آوردم. شما این کار را با استفاده از سافت‌ویر میتونین کرده. در سافت‌ویر کامپیوتری مثلا ماتماتیکا میتونه که باشه، مپل میتونه که باشه، خود شما از این سافت‌ورهای کامپیوتری میشه استفاده کنین. اینمی داتایی که داده شده، این داتا رو برش میدین. وقتی داتا رو برش دادین، خود داتای ما عملا خود کامپیوتر ما اینا پلات میکنه، میگه لینیر مدل مناسبه. بعد از اون اینی معادله الجبری که شما اینجا میبینین، اینی معادله که شما در اینجا میبینین، اینی سی مساوی 1.71262 تی منفی 354. اینی مدل در حقیقت مدل است که بر ما سافت‌ویر میده. متوجه باشین که مدل را که سافت‌ویر بر ما میده و مدل را که ما محاسبه میکنیم یک مقدار ایرر می داشته باشه، قابل تشویش نیست. در اگزمپل سومتون شما وقتی که اگزمپل سومتون در نظر میگیرین، ما وقت اگزمپل سوم کار کردم براتون. در اگزمپل سوم بر شما گفته شده بود که مقدار آلودگی هوا را محاسبه کنین. در اگزمپل سوم از شما خواسته شده بود که مقدار آلودگی هوا را محاسبه کنین در سال 1987 که من محاسبه کردم، و مقدار آلودگی هوا را در سال 2020 محاسبه کردم. در جزء بعدیش از شما گفته شده که چه زمان، در کدام لحظه زمانی این دو تا اول از این کار کردیم
و ایرم کار کردم در قسمت بالایی. در باز بر ما گفته شده که اینمی نظر according to this model هدفش یعنی مدل را که ما به دست آوردیم سی مساویس به 1.7 1.722 تی منفی 3070 3070.8 نظر به این مدل چه میگه؟ چه زمان چه در کدام لحظه زمانی مقدار آلودگی هوای ما 420 واحد میشه. یعنی چی؟ یعنی در این مدل شما عوض سی قیمت سی عوض هرگاه در این مدل قیمت سی ما 420 باشه قیمت تی به دست بیارین 1.722 تی منفی 3070.86 یک معادله ساده درجه یک. شما این قیمت این طرف انتقال میتین، این طرف مساوات وقت انتقال این طرف مساوات انتقال میتین، قیمت تی تانه به این طرف وقتی که انتقال میتین این عدد ثابته قیمت تی رو محاسبه میکنین. در کتابتون عملا این حل شده، شما خودتون باز محاسبه میکنین. تقریبا در سال 2028 میگه، یعنی در سال 2028 در وقتی که شما محاسبه میکنین در سال 2028 مقدار آلودگی هوایتان میرسه به 420 واحد. مقدار آلودگی هوای ما به 420 واحد میرسه. بحث بعدی را که ما شما در نظر میگیم بحث پولینومیال هاست، یعنی مدل های ریاضیکی که ماتماتیکال مدل ها یا حوادث طبیعی که توسط پولینوم ها مدل میشن، یعنی حوادث طبیعی که توسط پولینوم ها مدل میشه، پولینومیالز میگیم، پولینوم ها.